با این راهی که میخوام بهت بگم امسال خونه بخر صاحب خونه شو. خبر خوب، 2 تا خبر دارم. اول اینکه وام مسکن زوجین توی سال 404 شده 880 میلیون. موضوع بعدی، خوشبختانه شرط زوجیت از بین رفته. یعنی چی؟ یعنی خواهر برادر هم میتونن با هم وام زوجین رو بگیرن. اقساطش ماهی 18 میلیون در ماهه که بعد از 5 سال حدوداً 10 میلیون میشه. موضوع بعدی وام انفرادیه که 580 میلیون تومنه. اقساطش ماهی 12 میلیون در ماهه، بعد از 5 سال میشه حدود 6 میلیون. حالا نکته‌ای که وجود داره، اگر فرزند زیر 20 سال داشته باشین، به ازای هر فرزند زیر 20 سال مبلغ 150 میلیون به وام زوجینتون اضافه میشه. یعنی اگر یه خانواده 2 تا فرزند داشته باشه، 880 میلیون وام زوجینش رو میگیره، به علاوه هر فرزند 150 میلیون که اگر 2 تا فرزند باشه میشه 300 میلیون و در نهایت 1 میلیارد و 180 میلیون میتونین وام بگیرین و یه نقدینگی خیلی معقولیه برای اینکه ما بتونیم صاحب خونتون کنیم.